تأثیر این عملهای غیرقانونی حکومت تاجیکستان از فشارها و تعقیب و زندانی کردنها و دیگر عملهای غیرقانونی که انجام داده ایستادند بر ایمیج کشور چیست؟ آن چیزی را که حکومت تاجیکستان تا 3-4 سال یا 5 سال از 2010 این طرف میگیریم دنبالگیر شده است، خطرش و تأثیرش بالای ایمیج کشور، بالای مردم ما، بالای ملت و عموما برای تاجیکستان بیشتر و زیادتر است از اون چیزی که در دهه 90 عصر گذشته بود، در سالهای 92 تا 97 را بود.